Конституция СССР شاید ماده 73 ماده 74 دقیق نوشته است تقسیم صلاحیت ها بین مرکز یعنی مسکو و جمهوری ها آنجا بسیار آشکار به یگان شرم یا دیپلماتیا نوشته است که سیاست خارجی مدافع امنیت سودای بیرونی فقط صلاحیت مرکز است جمهوری حق ندارد که سیاست خارجی مدافع امنیت مناسبت و سودای بیرونی داشته باشد یعنی ترجمهش یعنی که جمهوری استقلال ندارد دقیقاً گفته است که جمهوری به سیاست داخلی خارجه امنیت مدافع سودای بیرونی عموما نزدیک نمیشد این جمهوری مرحمت ساختمان پخته پیله رقص کن بازی کن لیکن به سیاست خارجی مدافع امنیت دخالت نمیکنی یعنی که همین حقوق ما نداشتیم در کنستیتوسیون СССР ثبت شده که شما همین حقوق نداری الان ما حجت سومی که گفتیم میگویم کنستیتوسیون جمهوری تاجیکستان که در اونجا ماده 69 چه آغاز میشه از ماده 69 میگم بخصوص این شب و روز ما خیال میکنیم که همین ماده 69 همین ماده ای منصب گرفتن و موندن است در تصور ما لیکن ماده 69 یک چیزی مهمتر از این است ماده 69 چه سر میشه میگه که پرزیدنت جمهوری تاجیکستان یکم سمت‌های اساسی سیاست داخلی و خارجی را معین میکند آن گپی اما مهم یعنی که اولین بار تاجیک همین حقوق را به دست آورده است که خودش سیاست داخلی و خارجیش معین میکند و در کنستیتوسیونش ثبت کرده است که از اینجا نمیپرسد خودش رهبر دولت مستقل تاجیکان میآید طبق ماده 69 سیاستی یعنی ببینید در برشمردن صلاحیت های پرزیدنت یکم همین آمده است یکم که سیاست داخلی و خارجی رو معین میکند همین نامش استقلال بنابراین اگر اما تعریف در برگردیم که استقلال چی هست میگیم استقلال حالت است که یک دولت سیاست داخلی و خارجیش رو معین و تطبیق میکند همین در ماده 69 آمده است بنابراین پیام این تطبیق ماده 69 بند یک از امیر وقتی که از اینجا رفته در کابینت و کنستیتوسیون هست و رقم زنی ماده 69 میگیره زیرش در یک خط کشیدن در کار در پهلوش نوشته استقلال امین یعنی که حقوق معین کردنی سیاست داخلی و خارجی رو میگیم استقلال و می پیام تطبیق همین اصل است از همین رو ما با پیام همچه یک تنتنه نگاه میکنیم و او دفعه گفته بودم که همین وقتی که دعوت نامه پیام میاد من این معلم ها میرن خودشون در سالن شروع میکنن به همین هم شروعن با میرن سالن در خودشون ساز میکنن این مرد ها میرن گالستکوی نو کرتاوی نو کاستوموی نو میخوان میگه چی گپه ما پیام میرم خلاص آخه پیام مثل اید میریم و باید همین خیلی باشد همین جای رستوران بوراک ده یک مغازین ریزا بود کاستوم بروک میفروختن یک روز میدارم میگم گالستوکی خوب داره میگه استاد پیام میرید مغازین فروشنده چه گفت که هفته پیام بده همه کاستومو خریدن همین نشانه مناسبت ما با همین تنتنه و بگذار همین باشد این عید است زیرا برای به همین روز رسیدن ما 100 ساله ها منتظر بودیم که روز شب که تاجیک این حقوق رو داشته باشه که صاحب دولت مستقل ملی خود و سیاست داخلی خارجیش خودش معین میکند و میبرد به جهانیان اعلان میکند انا برای میگیم پیام یک جشن است پیام یک عید است معناش